سلام علیکم بچه های غریب. مادر تا آخری ویدیو را گوش کنه. بابا جان 88، بابا جان 88، بابا جان 88. بچه جان برادر با خاطر خدا همو کرتای من در همو غر محکمش کرده. با خاطر خدا همو یار رفیق جورات بگو که هویم کنن که من یک گفته گفت زندگی ما برم. بچه جون در همین کار گفته که حقیقت نداره خاله. خستم غرم جیگتا غرم رفتم گفتم که ببرم چی کنم. بچه ما ای خونه آتش بینم مسئله را حل کنیم، دمی آیلگی حل کنیم. خستم که خونه تو که رفتم پدر فشارش بلند بود، کسل قند داشت است، بیمار بود است. حقیقت داره می کار که پدر می انسان کسل بود در روی جاگه بود. رفتم خطیش سلام علیک کردم، شیشتم خطیش گفتم اکای جونشین امی پیسر تبگم با پیسر کار ندارم. خودم کانالش هوی کردم، گفتم کدمه یسمای دسمای بطیه خونه ندارم، در نداشتم. حقیقت بدم بچه تفهمم که مثال که من غم نتیه مایلش گو دختر جان این مصفیده در روی جاگه خدا شاهیده. گفت که مایلش این کار حلال شونده های. خیستم دبری پدرش ایستادم ویدیو کنم پرت افتاند. من گفتم به ویدیو کنم پرتم خلق بینه که من حقیقتم. پدرش گفت که من رو دارم، من پیر شدم، کسری خندم نم اجازتم نداد. خیلی گفتم پدر جان دعای پدری تر من همین شخصا من دعای پدری تر گرفتم. گفتم آمین الله اکبر. خستم اومدم گفتم شام روز کنم دقیقا پگاهی پیش پسرچم بیام که همین اومدم ای پیش پدر اومدم در درون خونه درمدم. خونه زنان گفتم بدرم که زنگم زد امایی که قطیم رفت همون بچه که ای خاصی غرمه پیش زنگ زد که بیا خلا یا مبلغ ای خونه بابا جان شوی مبلغ میتیمد. رفتم نفهمیدم گو ایجا بیا رفتم اصوصتا رفتم نمیدونم لیسا خونه به چی بود. بعد فهمیدم که لیسا خونه من نفهمیدم که برای چی. اگر من کار بار ما بود که اما میپریدم پیش پسرچک میومدم که پسرچکم تا قبل. خستم دادرای جونی شیرین گردوندن رفتم در خونه لیسا خونه رفتم درمدم. شست پو پیسم تن راستی گپ خیلی گفتم نمیقدر گناه کم نمیدون گناهی کم که کانال شکایدم پرت افتم که بچه های غریب مثل مبلغ مرایی کنن یا جرایی مکنم خونه ندارم یا خونه تا که دایی مردمی نمیدمی قضی میسون او الان ندیدم در درای مردم میگردم. بچه جونی شیری التماس تو میکنم خواهش میکنم انا همون جایم لیسا خونه خیلی یک اکای ایرج در جا هست اکای ایرج التماست میکنم خواهش میکنم تلفن ما گرفتی کارتا ما گرفتی در پیشت موندم گفتی به بچه تا زنگ میزنه اکای فیردوس برا بچه تا بگیره بیای اکای ایرج گفت ابدی من ترسیدم من یک بچه دارم بچه هم کودکان پیش نرفتن کودکان میده در شکم مرده بودن یک بچه داشتم. وقتی گفتی که بچه تا برای اکای فیروز برش تلفن میفهم بگیره برای من راست برای بچم خدمت تسلیم دادم. گفتم که این بچه من نه برای نمی کارتام نمی قجعم شده است. بچه های جونی شدی من تلفن نوکی داشتم نوکی چک داشتم نمی نوکی چک همون اولی این در تلفن نوکی داشتم. این من تو مردم بیلیان سیم کارتم بیلیان بود بیلیان پیشینه ما آدمی پیشینه هم بیلیان تک بود دادم از کارتام برادم در پیش تو موندم. بعد گفته چیز نویسی اکا ایرج گفته که خاله بیا امضا که اکا ایرج روی خدا گبزه اومدم امضا کردم. انت امضا کردم نمیدونم من نمی راستی گفت والا بیلا من نمیدونم که چی امضا کردم. خیسته هویم کرده گفته که برا بچه تبگی پیش اکای فیروز برا. خیستم اومدم گفتم باش دیری بعد چی ساعت 6-7 نتونستم با دوشنبه اومده با رفتم در خونه یک زنک شناسه که من در اونجا میگشتم در خونه گفتم باشم روز سحری بیام باشم اگر روز که گفتم سحری بیام که همون زنکی که خونهش رفتم شناسم بود میفهمیدگیم به عذابم دیدم. بچه او زنگم زد که خاله یا ماشینی افتیم بیا روید کنیم شهر بریم روز یک شنبه بود. با رفتم شب روز که سحری با او بچه زنگم زد ای خواست رفتم خاله گویا ماشینی افتم با قپیدن با درووردنم درمدم در اونجا بیانات ما گفتن گپ میزدیم ای ساعتی 9 بود 8 بود راستی گپ رفتم در مو امنیت دیم باره که او بچه خواست گفت که بیا برا خاله نوچی که بیا برا که
ماشین دیفتم با قپیدن روز یک شنبه با بردن دم رسخونه دادنم اکایی که ایرا چی کاری داشت که دیر اومد و مسلمانی روی آدم روی خدا بگرد اومد گو بیانات چه گرفته گفتم این بیانات می نویسن من اپرسیش میکنم تو چند کودک دایی چی که همه استوری هم دامو بچه کشتگی بود اسماعیلش میگن من روزی گم نمیدونم همو اکا مبینی همو اکا ایراج بود نویسته که اکا ایراج گفت که تو برا خلا گفت تو بخیر برا دوشنبه که دوشنبه چی کرد برا پیش اکای فیردوس برا چی میگن نمیگن بو بخیر بیا چی که بچه تبگی بیا در اینجا بعد با چی کاری میکردنم نمیفهمم نمیدونم من هیچ که شکایت ندارم و گابم نمیزنم من در دوم افتادم من نفهمیدم من خودم نفهمیدم خودم پیش امو رفتم من پروسا گفتن که پلد میتیم گفتم اگه اوش ممکن چیزش گفته باشه من قپیدم اون بچه یکی قطعی امو بودم او را زنگ زدن که برای امو بچه امو زدن که در خونه شما بگی بیارش رفتم در امو لیسه خونه رفتم یا امضا کم نمیدونم امضای چیه او چی نویسته بودم من انده که بچه من نه خپر نه باران من یک پسر دارم مثلا ترسیدم با درجهش اکوی جون با درجهش ترسیدم از شما خواهش میکنم که اکای بابا جانی جون با خاطری اولای بخشنده مهربان همو جورا یا رفیق تبو کرده که من هوی کنم من همو پل بگیرم ویدیو کنم بچه‌ای که به من پل پرتافتن من همو را گفته گپا بگیرم بیمار شدم با خدا باور کنی از برای الله که در طوری سر کسر شدم بیمار شدم التماس تو میکنم اکای جون شیرین برادرای عزیز اکای جون برادرای عزیز التماس تو میکنم گفته که پلا من گفتم جمع کنم خونه ندارم در مادر میگم دامو کارتاکم بیسته مثلا جمع شوه گفتم یک کمبودی مبود کنم که وقتی که گفتم جمع شوه کمبودی مبود کنم اکای بابا جان زنگم زد ویدیو ما دیدن زنگم زد که بیا ببرو بچه ها ایرسی پل پرتافتن پل تیمت من مایلش من نرفتم من نمیگم که من نرفتم برای چی نرفتم برای که چند آدم گفتم به ایجاره بیا نرفتم زمستون بود خنک بود نرفتم با می وضعیت های می خودت میدونه اینترنت وضعیت ها گفتم کردن در یگان خلاب نزنم من برای گریختن برای ای ترس یا الله ای ترسیدم که یگان آدم من مادر زن بودم ترسیم که در دومی کدمی نزنم نرفتم بعد برور اکی با موجه ماشینی کم گو بعد برای حقیقت گفتن خونه آتش رفتم بعد همی پرابلم هایی که پیشتر گپ زدم همی پرابلم ها شیدن اکی میتونه بچه های جونشی اکی بابا جان اگر بتونه یا جوراش ابگه کرده من هوی کنه عجب خوبه ده حقش دامینم که نتونم گرفته و چی نکه باشم من نیالی هستم شما رو من نخودم که جمع شد خونه ندارم در بدنم کدمی ایدستم نگیرن ندزده در کرتاکم بود در جیبکم بود جایی میرفتم در کرتاک در جیبکم بود بچه های جونشی با خاطر خدا من گرفتش که نتونم اکی بابا جان سخت که باشه کمبودی داشته باشه که پلی من همیسار که رسخوت که باشه آش شوه نیکی من همیقه میگم که من پلی شما را گرفتم من نمیدونم میلان آدم راستی گب تماشا که گب تو توغریه گفته که خلا الف بگیره وقتی گفتم الف بگیرم که بابا جو ماشین کم برو اونم قای جمع شرگیش نمو قای بچه جونی شدین التماس تو میکنم دهانی روزا میو یا التماس تو میکنم خواهش میکنم مادری تاجیکی شما با خاطر خدا مومین برادری مومینه التماس تو میکنم پلا عید شنبه سیتی دعوا کنه اموی که به من دانومی 915 پرتافته کو 915 79 90 99 پرتافته التماس تو میکنم خواهش میکنم مراجعت کنه همه سمی اختوا بگردونه بگیره توکلی من به خدا من بتیه پلی شما بود من نمیخواهم که پلی شما در یک قلب بزنه در یک آدمی نمیشیدنی بزنه در کی برو الله در طوری سره با میگم دکای بابا جان التماس میکنم با خواهشت میکنم برادری جونی شری با خاطر اولا همو جوراها تبگو که همو کارتای دوشنبه سیتی من هوی کنه که من با زندگی خودمشم کار ندارم تو یکمش که ویدیوم نکردی دیمش که تو چی حق داری که من را رسم میکنی من چی یگون جنایت کرده بودم یا همه که گناهی کردم که تلفن پرتافتم که بچه های غریب یاردم میکنن من هیچی نکردم بچه جون خدا هدایت دونه رمضان اومده است من مغزم نیست کسرم ایسابی خی گفتم در موجه علمکم کرده مزم نیست با خاطری امورشی
سفیدی پدرت به خاطر همون مادری که در قبر استادگی التماست میکنم به خاطر الله یکم دیم به خاطر مسفیدی پدرت که بیماره به خاطر مادر گذشتگیات التماست میکنم در پیش پاد التماست میکنم که کاتای من هوی که من با زندگی خدم شم نه با تو کار دارم نه با دگرش کار دارم خواهش میکنم که مونم یگان کس من ای تغم نداد 50 رفتم ای بابا جان جون یگان کس من هیچی نگو گفته گپا امروز تو من ای طریق گفتی خواهی من بخشنده می بخشمت با آن شرطه که می بخشمت که پروردگار خدا هدایتت کنه همه کاتای من جوروها تبگو جوروهای غرم تبگو من هوی کنانتا من با زندگی خدم شم کار ندارم به هیچی کار ندارم چیکار منی دنیای کشاده چیکار منی بکن خواهشت میکنم بچه جون طلب میکنم برای رزقی من اتا رزق بیوره زد کاتای من رزقی التماست میکنم اکای بابا جان التماست میکنم خدا نگهدارت باشه بچه جون